عجب آدمان خودشون یک دنیا مشکلات زندگی دارند و همیشه حیات دیگران را بحث میکنند. اگر دیگران از قفایت گپ زنند، بدان که تو از آنها در پیش هستی. هیچ وقت زندگیت را عوض مکن. آدمان اطرافت را عوض کن، زندگی خودش عوض می شود. دل انسان از دو کار می شکند، یک منت، دیگر تهمت. خودت را از کسی بالا ندان، زیرا علفی که تو امروز زیر پا می کنی فردا بالای قبر تو می سبزد. ناآمدگان را از ما خبر برسانید، اگر که بیایند در صفت مرد بیایند. امید فقط به الله بکن، زیرا او ذاتی است که کسی را ناامید نکرده است.